تموم میشن این روزای سختی که فکر میکنی قرار همیشه باقی بمونن. اون اتفاق خوبی که انقدر منتظرشی بالاخره یکی از همین روزا واسط میفته. آروم باش، به حال خوبت بیشتر از هر چیز دیگه ای تو این راه نیاز داری. سر این که واسه خودت احساس تأسف بکنی وقتتو تلف نکن. چیزی رو با این کارت عوض نمی کنی. ناامیدی فقط شرایطو از اینی که هست بدترش میکنه و اگه نتونی به موقع جلوشو بگیری میتونه بین تو و رویات فاصله زیادی ایجاد کنه. توجهی به مزخرفاتی که بقیه راجع به خودت و مسیرت میگن نداشته باش. تلاشتو بکن، کافیتو بخور و همه چیو بسپار به زمان. رو سیاهیش میمونه واسه اونایی که هیچ وقت کمکی بهت نکردن و هرگز باورت نداشتن. این آدما سخت میتونن وقتی برسی تو چشات نگاه کنن. صادقانه بگو، دنیای بدونش واسط سخت و غیر قابل تحمل نیست؟ من که میدونم جواب تو. پس تسلیم نشو، نیمه کار رهاش نکن، غمگین نباش. باید موند، باید ساخت. آره، یه وقتایی با دستای خالی، یه وقتایی حتی از زیر صفر. یه صدایی مدام بهت میگه نیاز به تغییر داری، ولی تو هر بار اونو نشنیده میگیری و بازم به روال همیشگیت ادامه میدی. آخه چرا؟ یادت باشه وقتی تصمیم به تسلیم شدن میگیری، اونی که واقعا ضرر میکنه زندگی نیست که خودتویی. یه سری اتفاق افتادنش دست تو نبوده، اوکی، باقیش ولی انتخاب خودت بوده. یه نگاه به زندگیت بنداز، خوب یا بد، جذاب یا خسته کننده. این تمام چیزیه که تا الان ساختیش. اگه دوستش نداری و راضیت نمیکنه، خب تغییرش بده. بیشتر از این منتظر نمون و بردار اون قدم اول راه تو. مهم نیست چقدر کوچیک باشه، این قدم شروع یه راه بزرگه. این قدم واسط مثل تولد دوباره است. آره، این قدم و تمام قدمای بعدیت رو به راه میکنه واسط همه چیه زندگی تو. خفن ترین سکانس مسیرت میدونی کدومه؟ اونجاست که برمیگردی میبینی آره تونستی، شد، از پسش بر اومدی. و اون وقت میدونی خیلی شیک، تنهایی، میری یه گوشه دنج رو صندلی راحتیت میشینی و کافیتو آروم آروم میخوری و در حالی که پاهاتو رو هم انداختی از دیدن نمایش لذت میبری.